میخوایم 53 رو به اضافه 17 بکنیم و ببینیم حاصلش برابر با چه عددیه. تو درسای جلسات قبل خوندیم که اعداد رو میتونیم به صورت جمع باز از دسته های یکی و 10 تاییشون بنویسیم. یعنی من میتونم بنویسم 50 به اضافه 3 که نشون دهنده 5 تا دسته 10 تایی یعنی 50 به اضافه 3 تا یکی یعنی 3 هستش. پس 53 جمع بازش تبدیل شد به 50 به اضافه 3. خب من این جمع رو دوباره می نویسم 50 به اضافه 3 به اضافه 17 برابر با عددی که باید پیداش بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ حل این تمرین میخوام تو رو با یک مفهوم خیلی مهم آشنا بکنم. پرانتز یک علامت اینچنینی داره، مثل 2 تا کمان باز هستش. پرانتز در ریاضیات به تو اینو میگه که هر وقت توی عبارات ریاضی پرانتز رو دیدی اول باید بری عملیات داخل پرانتز رو انجام بدی. پس هر جا که پرانتز دیدی اول کارهای مربوط به پرانتز رو انجام میدی. اصطلاحش در ریاضی یعنی اولویت ریاضی. اولویت یعنی اول انجام دادن. خب بریم سراغ مسئله‌مون. اگر من پرانتز رو برای 50 به اضافه 3 استفاده بکنم یعنی اول 50 به اضافه 3 بشه بعد به اضافه 17 یعنی دقیقاً همین جمع اولمون به دست میاد یعنی 53 به اضافه 17. حالا میخوام جای پرانتز رو عوض بکنم. جمعمون رو دوباره بنویسیم. جای پرانتز رو این بار میخوام برای 3 و 17 استفاده بکنم. الان این عبارت و این پرانتز به ما چی میگه؟ میگه اول جمع داخل پرانتز باید انجام بشه. یعنی 3 به اضافه 17 باید انجام بشه. 3 به اضافه 17 برابر میشه با عدد 20. حالا من 50 رو به اضافه 20 میکنم. برابر میشه با عدد 70. همونطور که دیدی جمع ما خیلی راحت‌تر و ساده‌تر شد. بریم یه مثال دیگه حل بکنیم. خب به اینجا دقت کن. 41 به اضافه 9 شده. 41 یعنی چی؟ یک دسته یکی و 4 تا 10 تایی یعنی 40 به اضافه 1 و به اضافه 9. خب توی این خط اول ما فقط یک رو نداریم. 40 4 تا دسته 10 تایی به اضافه یه دونه یکی و به اضافه 9 که اینجا بهش اضافه شده. 41 این پرانتز به ما نشون میده 41 به اضافه 9. حالا میخوایم یک رو به اضافه 9 بکنیم. در ابتدا 1 به اضافه 9 میشه اینجا با این پرانتزی که به ما گفته چیکار باید بکنیم. 1 به اضافه 9 برابر میشه با 10. 40 به اضافه 10 برابر میشه با عدد 50. پس هر جا پرانتز رو دیدیم اول عملیات مربوط به اون انجام میدیم. بعد میریم سراغ قسمت‌های بعدی.